ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها همسر عزیزشان با اون مسابقه دوش میگذارن، میدوند با هم دیگر. یک مرتبه حضرت عایشه پیش میشه، یک مرتبه رسول صلی الله علیه و سلم پیش میشه. دست همسرش میگیره بیا بریم بیرون. در کوچه های مدینه قدم میزنه. والله در شب رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک مسیر رد میشه، تعداد چند نفر صحابه ایستادن. در اون زمانه برق امکانات نبوده، تاریک است هوا. چند قدم پیش تیر میشه، پس برمیگرده میاد برای صحابه میگه که همسرم فلانی است با من، چون انسان هستین مبادا چیزی در ذهنتان خطور کند. یعنی در شبم با همسرش در بیرون. ولی موتو در این قرن معاصر، اوه میگه سیب تکنولوژی به اوج خود است، سیب که جهان بینی است، که روشنگرایی است، که سیب میدیا و رسانه است. به خدا خجالت میکشیم با زنم و بازار بریم، شرم میخوریم، در حالی که مسلمان است.